انسان مسلمان هدفمند کسی که وقتی خودش بلند میشه دیگران رو با خودش بلند میکنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خداوند میگه یک نفر رو حیات ببخشید. حیات بخشیدن حتما نیست که یه نفر در شرف مرگ یه آمپولی بهش بزنی نجات پیدا بکنه. جهل بزرگترین مرگ و نابودی است. فقر بزرگترین مرگ و نابودی است. بیبندوباری بزرگترین فقر و نابودی است و بزرگترین مرگ. خودکشی است. فحشا، مواد مخدر، منکرات، ظلم، اینا همش چه؟ نابودی است. مرگ تدریجی است. خداوند میگه اگر یه نفر رو حیات ببخشید، یک جاهلی رو آگاه بکنید، آموزش بدید، مثل این که کل بشریت رو حیات بخشیدید. یک بیماری رو مداوا بکنید، یک بچه یتیمی رو نوازش بکنید، یک بیوه‌زنی رو سرپرستی بکنید. اگه روزه گرفتید، اگه نماز چاشتت یا دهات و نماز شبت فوت نشده، اگر روز 1000 بار ذکر و تسبیح میکنید، اینا همه عبادت‌های شخصی است. چقدر مفید بودی برای جامعه خودت، چقدر مردم رو تو حساب باز کردن، چقدر آرامش تزریق کردید، چقدر امید بودید برای دیگرانی که امیدشون رو از دست داده بودن. انسان ناامید در شرف خودکشی است. و وقتی یک حرکت تو، یک لبخند تو، یک نوازش تو امید به صدها نفر ایجاد میکنه، دوباره زندگی رو پیدا میکنه. من در یک شب از 4 استان کشور 4 تا جوان با فاصله شاید 1 ساعت با من تماس میگیرن، در شرف خودکشی بودن. وقتی به بنبست رسید، خیلی وقتا انسان ها میخوان کسی پیدا بکنن که فقط تخلیه بشن، چیزی از تو نمیخوان. فکر نکنیم مسئولیم در اتاق ما یه مأمور گذاشتن، اینا همش ول میشه، اینا بزرگی نمیاره. کسی امیرالقومه که خادمشون باشه، کسی بهترینه که انفعهم للناس باشه. این گفته های من نیست. بهترین خلق خدا انفعهم للناسه، سودمندترین برای بندگان خداست. ما باید مثل باران باشیم. باران وقتی میباره، مسلمان باید مثل باران باشه. باران وقتی میباره نگاه نمیکنه بر سقف کلیسا میباره یا بر سقف مسجد میباره. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. دنیا میدانی است برای نقاشی زیبا. شما تصور بکنید خداوند یک قلم دست شما داده، انواع رنگ هم در اختیار شما قرار داده، میگه نقاشی بکش، نقاشی های ماندگار بکشیم، تابلوهای زیبا و ارزشی تولید بکنیم. دنیا میدان نقاشی کشیدنه. نقاشی های خوب بکشیم، نقاشی های جذاب بکشیم. هنرهای زیبا مذهب نداره، مذهبش جهانیه. اگر یک سیاه پوستی نقاشی خیلی جذابی بکشه، یک سفید پوست نمیتونه بگه این نقاشی زشته چون یک سیاه پوست کشیده. اگر یک مسلمان نقاشی قشنگی کشیده باشه، یک مسیحی و یهودی نمیتونه بگه این نقاشی زشته چون زیباست. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. وقتی یه چیزی زیباست، زیباست. نقاشی های قشنگی بکشیم در این چند صباحی که زنده هستیم و زندگی میکنیم، تا این نقاشی ها تبدیل به تابلوهای ماندگار بشه. سعدیا مرد نکونام نمیره درگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. این دل الله به ما عطا کرده، دل الله در قفسه سینه ما و شما قرار داده. اولین چیزی که در این دل قرار داد دوست داشتن بود. بس اولین دوست داشتنی باید خودش باشه. اون ذاتی که مهر ورزیدن را و دوست داشتن را و عشق را در دل ما آفرید اللهه.
پس اولین ذاتی که ما باید دوست بداریم اللهه. این دل بزرگ و این سرزمین بزرگ دل رو در اختیار خودش بگذاریم. این زمین کشاورزی رو در اختیار خودش بگذاریم و الله بگیم ای الله این زمین پهناور دل و تو به من عطا کردی، تو باغبان دل من بشو.